حدود 250 سال قبل بود که آدما فهمیدن اگه هوا رو داغ کنن و توی جایی محبوسش کنن، در واقع میتونن یه بالون رو از زمین بلند کنن. ولی آقای سعد، وقتی آدما اون زمان، یعنی تو قرن 17، این کارو میکردن، بسیار بسیار کار خطرناکی بود، چون عملا کنترل این بالون وقتی از زمین کنده میشد بسیار کار سختی بود. بسیاری از آدما سقوط میکردن، بسیاری از آدما کشته میشدن. خلاصه میخوام بگم آدمای روانی بودن که میرفتن سمت این که زندگیشون رو بسپارن به دست یه بالون. آدمایی که انقدر عشق پرواز داشتن، عشق ارتفاع داشتن، که این خطر رو و این ریسک رو به جون میخریدن. میخوام بیننده‌ها به این فکر کنن که عاشق شدن چقدر شبیه بالون سواریه. وقتی ما در واقع خودمون رو میدیم به دست باد، نمیدونیم چه اتفاقی قراره بیفته، ولی لحظه های فوق‌العاده‌ای رو هم تجربه میکنیم. اونایی که سوار بالون میشدن، چیزی که تجربه میکردن یک بکری آسمان بود. میدونید، نسیمی که به صورتشون میخورد که تا حالا به صورت هیچ انسانی نخورده بود. از اون بالا همه چیز کوچیک بود، از اون بالا مرزا معنی نداشتن. مهم نبود که اینجا فرانسه است یا آلمانه، اون بالا همه زمین مسطح یک دست بود. میدونید، از اون بالا میتونستن آزادی رو با تمام وجود تا مغز استخوان تجربهش کنن. خب این ارتفاع، این بالون سواری، این مزیت‌ها رو داشت، ولی اون ریسک‌ها هم داشت. عشق چقدر شبیه سوار شدن به یک بالونه. بعد میدونیم که اون زمان هم هدایت بالون کار آسانی نبوده، در واقع معمولا باد ما رو میبرده. جولیان بارنز میگه که اکثر بالونایی که بلند میشدن در انگلستان به خاطر مسیر باد، به خاطر نوع جریان هوا، معمولا غالبا در منطقه‌ای به نام اسکس فرود می اومدن، اگه فرود خوبی داشتن. و اسکس جایی بد آب و هوا و بسیار سرد. میخوام بگم اینجا جولیان بارنز میگه عشق هم غالبا در اندوه فرود میاد، در سرزمینی سرد، در سرزمینی دردناک، با تمام رنجی که احتمالاً عشق خواهد داشت و اندوه که انگار همزاد عشقه. بازم این بلیتی که ما باش به دنیا میایم هممون داریم، هممون میتونیم سوار این بالون بشیم یا نشیم، یا بلیتمون رو بفروشیم، رو خاک زندگی کنیم همه عمر. آیا این ریسک رو میکنیم که سوار بالون بشیم یا نه؟